سلام به همگی. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز می‌خوایم درباره لوکال ها صحبت بکنیم. اپ های مختلف رو خیلی تجربه محور معرفی کنیم که برای توسعه وبسایت روی لوکال هاست به کارتون میاد. تمرکزمون هم وردپرسه، منتها خب لاراول و پی اچ پی اینها رو هم در واقع همه اپ های پی اچ پی و لاراول اینها رو هم شامل میشه. منتها تمرکزمون روی وردپرس هست، یعنی محیط ایدئالی برای توسعه وبسایت یا پلاگین یا قالب روی لوکال هاستمون می‌خوایم با هم داشته باشیم. لوکال هاست چی هست؟ همون هاستیه که شما از سرور در واقع خریداری میکنید، یه سری فضای ذخیره سازی بهتون میده، وب سرور میده، نمیدونم، بر پایه لینوکس هست، پی اچ پی روش نصب شده، دیتابیس داره که در حقیقت همه این اجزا کنار هم جمع میشن و شما میتونید وبسایت وردپرسیتون رو یا وبسایت لاراولیتون رو روش ران بکنید. همین رو میخوایم توی لوکالمون هم داشته باشیم، روی سیستم شخصیمون هم داشته باشیم که بتونیم ازش استفاده بکنیم برای مقاصد مختلفی مثل توسعه کدها و یا اینکه حالا خب سینک کردن دیتایی که روی سایتمون هستن، یعنی تغییرات رو روی لوکالمون بدیم، در واقع چک بکنیم همه چیز اگر اوکی بود همون تغییرات بره روی سرور، که حالا خب تمرکزمون امروز اون بخشش نیست، بیشتر توسعهش هست و میخوایم با هم چک بکنیم. لوکال هاست رو اگه بخوایم جزئی تر بهش نگاه بکنیم، لوکال هاست در حقیقت یک مجموع اجزاییه که کنار هم جمع میشه و یک سرویسی رو میسازه که ما میتونیم ازش برای وبسایتمون استفاده بکنیم. این سرویس ها وب سرور رو باید داشته باشه. وب سرور چی هست؟ مثل انجینیکس، آپاچی اینها. دیتابیس رو باید شامل بشه و اون زبان برنامه‌نویسی که ما داریم پشتیبانی میکنیم و روش میخوایم کد بزنیم رو هم باید پشتیبانی بکنه. مجموع اینها کنار هم میشه لوکال هاست. الان برای وردپرس و PHP ما نیاز داریم که در واقع زبان برنامه نویسیمون PHP باشه. PHP هم روی لینوکس اجرا میشه، بر پایه لینوکس اجرا میشه. به خاطر همین اون سایت هایی که حالا سایت وردپرسی هستن یا لاراولی هستن اصولا روی سرورهای لینوکسی میان بالا. میشه مثلا روی ویندوز هم آورد بالا، ولی خب مستقیم نیست، با واسطه این کار انجام میشه. پس بهتره که محیط در واقع هاستتون یا محیط توسعهتون همون محیطی باشه که خود PHP رو داره روش کار میکنه. اگه توسعه دهنده حرفه‌ای هستین، من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما روی لینوکس باشین یا مک، که اینا پایه هاشون پایه لینوکسی هست، لینوکس بیس هست. حالا لینوکس هم که خیلی توضیح های مختلف اوبونتو، مینت و چیزهای مختلف دیگه داره که میتونید نصب بکنید استفاده بکنید به عنوان سیستم شخصیتون که محیط توسعهتون با محیط در واقع پروداکشن نزدیک به هم باشه و خطاها و هر چیزی که اینجا تجربه میکنین رو اونجا هم بتونین روی پیشگیری بکنین، بالا رفتنشون روی پروداکشن. خب حالا خیلی اون بحثش مورد بحثمون نیست. ما برای توسعه وردپرس چی نیاز داریم؟ بله، لوکال هاست روی سیستم شخصیمون نیاز داریم. این لوکال هاست باید یه سری چیزا رو ساپورت بکنه، یا انجینیکس یا آپاچی رو به عنوان وب سرور ساپورت بکنه، ماریا دی بی یا مای اس کیو ال رو به عنوان دیتابیسمون ساپورت بکنه و پی اچ پی رو هم به عنوان زبان در واقع برنامه نویسی که معادل هاش رو من اینجا براتون نوشتم. اینا کنار هم میشه لوکال هاست. شاید شما اصلا روی لینوکس باشید، خب پی اچ پی رو جدا نصب کنید، دیتابیس رو جدا نصب کنید، وب سرور رو هم جدا نصب کنید، اینها رو کانفیگ بکنید و وردپرستون رو بالا بیارید. هیچ مسئله ای نداره، یعنی این کار کاملا شدنی هست و کاملا هم درسته. منتها برای محیط توسعه بیشتر هدف اینه که ما یک ابزاری داشته باشیم، یک اپلیکیشن داشته باشیم، یک برنامه داشته باشیم که همه این محیط رو خودش آماده بکنه. دیگه ما دغدغه کانفیگ کردن به فرض انجینیکس نداشته باشیم، دغدغه ست کردن مثلا دیتابیس نداشته باشیم، اکستنشن های پی اچ پی رو نریم نصب بکنیم و اینها رو خودش مدیریت بکنه. ما فقط یک راست بریم سراغ توسعه که روی وبسایتمون داریم. ما اینجا اپلیکیشن های آماده رو بیشتر مطرح میکنیم. شما مثلا میتونید همین محیط رو با داکر بسازین که خب خیلی حرفه‌ای تر هست. منتها ما ابزارهایی که مستقیم روی کور سیستم عاملتون نصب میشن و میتونید ازش استفاده بکنین رو معرفی میکنیم. و خب برای این داستان بریم سراغ چیز معرفی اپ ها که ببینیم که هر کدوم چه مزایایی دارن چه معایبی دارن، کدوم یکی بهتره که استفاده بکنیم. خیلی گفتم تجربه محور و خیلی سریع میخوایم پیش بریم با هم. دیگه نمیخوام خیلی وارد جزئیات نصب و استفاده و اینها و توضیحاتش بشم. خیلی سریع میخوام بهتون بگم که کدوم بهتره بری سراغش نصبش کنیم و استفاده بکنید. مورد اولی که میتونیم بریم سراغش، در واقع من اینجا براتون بیارم توی مرگرم.
زمپ هست که خیلی قدیمیه، یعنی از همون خیلی وقت پیش، از همون نگم از خیلی وقت پیش زمپ هست برای محیط استفاده میشه. یعنی اکثرا اگه اسم لوکال هاست رو میارین، اسم زمپ هم کنارش میاد اکثرا برای پی اچ پی و وردپرس و این داستان ها. که خب زمپ در حقیقت مخفف اینا یه سری ابزارهایی هستن که اسمشون هم شبیه همه، زمپ و ومپ و ممپ و اینها، که خب بر حسب محیطی که هستن دارن نامگذاری شدن. مثلا Aش میشه مثلا آپاچی، Mش میشه ماریا دی بی، پیش میشه پی اچ پی و پی دومش میشه پرل. ایکس اولش هم که به عنوان مولتی در واقع ساپورت کردن مولتی دیوایس هست، ویندوز، لینوکس و او اس مک رو هم ساپورت میکنه. این در واقع قدیمی ترین محیط توسعه‌مون هست، خیلی هم معروفه، خیلی هم استفاده میشه، ولی من به عنوان استفاده کننده ازش به عنوان سالیان سال پیشنهاد نمی کنم. چرا؟ چون امکاناتی که میده، بستر امکاناتی که میده زیاده، ولی امکاناتی که خودش بیلتین داخلش هست کمه. یعنی اینکه خیلی امکانات اولیه رو براتون گذاشته و باقی چیزها رو باید خودتون مدیریت بکنین. حالا اگر مثلا نسخه پیشی میخواین عوض کنین، نمیدونم وب سرور نمیتونین سویش بکنین به قول معروف، و چیزهای مختلف، یه مقدار اذیتتون میکنه. و مهمترین نکته که من میگم که ازش استفاده نکنین، به این خاطر که خیلی تداخل میخوره. یعنی که سرویسش هی باید مثلا دان میشه، هی باید مثلا با پورت فایروال سیستم عاملتون چک کنین که نبسته باشه پورتش رو، سرویسش استاپ نشده باشه. تقریبا توقی میخوره، این زمپه بهش بر میخوره و از کار میفته و میگه که خب نه دیگه، من با این شرایط کار نمیکنم، باید حل کنی بعدا کار کنم. جامعه و کامیونیتی بزرگی داره، چون قدیمی هست، به واسطه قدیمی و پر استفاده بودنش هست. راهکار همه مشکلاتی که بهش برمیخورین هست، ولی خب اذیتتون میکنه دیگه، هی باید برین اینا رو حلش بکنین. و یه سری فیچرام بهتون نمیده که من جلوتر میگم که چیا هستن. نرم افزار بعدی که هست ومپه، که مختص ویندوزه. این هم حالا همون ساختار اسم گذاری رو داره دیگه، ویندوز، آپاچی، مای اسکیول یا مار دی بی، پی اچ پی، میشه ومپ. برای مختص ویندوز هست. اشکالات زمپ رو یه مقدار کمتر داره، یعنی کمتر اذیت میکنه. یه قابلیتی که زمپ نداره و این داره اینه که براتون دامنه لوکال ست میکنه. یعنی اینکه ویرچوال دامین لوکال خودکار ست میکنه براتون. و اینکه خب یه مقدار مدیریت فولدرهاش و چیزای دیگهش نسبت به زمپ راحت تره. اگر ویندوز هستین و میخواین رو ویندوز امتحان بکنین، وامپ یکی از گزینه هاست، منتها جایگزین های بهتری هم براش هستش. نرم افزار بعدی، این اشکالاتی که گفتم بهتون، خب خیلی بهتون قابلیت مختلف نمیگه و دوباره خیلی مستقیم هست، فقط یه مقدار مثلا نسبت به زمپ بهتره. نرم افزار بعدی ممپه، که اول برای فقط مک ارائه شده بود، ولی خب بعدا ویندوز رو هم ساپورت کرد. رو لینوکس نداریم، منتها خب ویندوز و مک رو داریم. یکی از بهترین محیط های توسعه است، بهترین محیط های توسعه، اما پولی شده. یعنی از نسخه نمیدونم 7 یا 6 به بعد دیگه پولی شد و شما برای امکانات خوبی که داشت باید پول بدیم و اشتراک خریداری بکنین. این صحبت ها که دیگه به خاطر هم من خیلی بهش معرفی نمی کنم، اما خیلی سرراست، خیلی اوکی و خیلی مناسبه برای محیط تو. اگه کارهای حرفه‌ای دارین، مخصوصا اگه وردپرس نیستین و لاراول هستین و میخواین یه محیط توسعه خیلی خوب، استیبل و ترتمیز داشته باشین، مپ یکی از گزینه‌های عالیه. دو نسخه فری و پرو داره. نسخه فریش هم میتونید تست بکنید، نسخه پروش هم هست که بیشتر تمرکزشون الان در حال حاضر رو نسخه پروه. به خاطر همین نسخه فریش رو اگه نصب میکنی، یه مقدار ممکنه که به خاطر اینکه هی میگه که آقا خب پرو اینم هست، پرو اینم هست، پرو اینم هست، یه مقدار اذیتتون بکنه. منتها خیلی محیط استیبلی هست، مخصوصا برای غیر وردپرس. یعنی میخواین اگه لاراول ست بکنین این حرفا، هر اپلیکیشنی که بر پایه پی اچ پی میخواین توسعه بدین، یکی از بی‌نظیرترین هاست اگه روی ویندوز و مخصوصا مک هستین. و نرم افزار دیگه که میخوام معرفی بکنم مختص خود وردپرس هست. وردپرس استودیو هست که اخیراً هم در واقع معرفی شده توسط خود وردپرس، که یه محیط
توسعه وردپرس رو ایجاد میکنه بر بستر خود در حقیقت سیستم لوکالتون. برای مک و ویندوز قابل در واقع در دسترس هست، میتونید نصب بکنین، استفاده بکنین ازش. چیزی که هست اینه که خیلی دیگه خیلی فقط توی یک بود کار میکنه. اینجوریه که شما اینو نصب میکنین و این همه اون محیطی که شما میخواین یک وردپرس داشته باشین که اون وردپرس سینک بکنین با وبسایت اصلیتون، یا وردپرس داشته باشین که روش دیولپ بکنین، خیلی سرراست بهتون میده ولی خب خیلی فیچر بهتون نمیده. میگه آقا یه محیط ایزولی بهت میدم که توش کارات انجام بده، ولی خب خیلی دیگه قابلیت نداره. شما نمیتونین نسخه پی اچ پی سویچ کنین، نمیتونین نمیدونم میل سرور داشته باشین و انجینیکس نمیدونم روش در واقع سرور انجینیکس یا آپاچی سویچ بکنین، این کارا نمیتونین انجام بدین. ولی خب محیطش به شدت استیبل هست، فقط تو یک بود نصب کنی و شروع به دیولپ کنی دیگه، به هیچ چیز دیگه کار نداشته باشی و خیلی هم دنبال فیچر نباشی یا خیلی هم دنبال تست کردن نرم افزار، تست کردن قالبت یا افزونت توی شرایط مختلف نباشی. بگی که آقا یه محیط استیبل و ایزولی دارم، رو همچه کارمو میکنم دیگه. حالا که پلاگینم تو شرایط های مختلف، نسخه های پیشبی مختلف، نمیدونم توی وب سرورهای مختلف چه واکنشی قرار نشون بده رو خیلی دغدغت نباشه، میتونی بری از وی پی استودیو استفاده بکنی. تجربه که من داشتم اینه که اوکیه، یعنی یه بار فقط خطا خوردم روش که فیکس شد، ولی اوکیه، یعنی که کار راه بندازه، میتونید تستش بکنید چون خود وردپرس هم ارائه داده. اون اکستنشن هایی که پی اچ پی نیاز داره برای وردپرس رو همه رو تکمیل فیکس نصب داره و میتونید ازش استفاده بکنید. ولی خب میل سرور نداره. راستی یادم رفت، ممپ میل سرور بیلتین داره. ممپی که در واقع در موردش رد شدیم ازش، قابلیت این که مثلا بهش پی اچ پی آمای ادمین اتش کنی و چیز دیگه اتش بکنی، همش هست و همش ساپورت میشه و در حقیقت اوکی هم هست رو ممپ. ولی خب ما توی چیز بی پی استودیو روی ومپ نداریم داستان ها رو. و خب بریم سراغ چیزی که من خودم ازش استفاده میکنم، وی پی لوکال. بذارین حالا لود شه. این چیه؟ مخصوص توسعه وردپرس هست، منتها خیلی استیبل تر هست به تجربه من. خیلی استیبله و خیلی اوکی. فقط اینجا مثلا نصبش میکنی، کلی آپشن، کلی امکانات و میتونی باش کاراتون رو انجام بدین. رایگان هم هست، میتونین بگیرین. فقط اینکه از سرویس های جانبیش پول میگیره، مثلا اینکه حالا مستقیم میتونین در واقع دیپلوی بکنین روی هاست هایی که خودشون دارن و شرکت هایی که خودشون باهاشون کار میکنن، وی پی انجین و فلای ویل و چیزای دیگه. اینا از در واقع نرم افزارهای جانبیش بیشتر پول در میاره. ما حالا با هم بریم همینو هم چکش بکنیم. خب من باز بکنم براتون. خب ببینید این لوکال من هست، حالا رو دارک موده چون بر سیستم من رو دارک مود هست. واقعا این وی پی لوکالمون هست که اینجا دارین، میتونین سایت اضافه بکنین، سایت رو گروه بندی بکنین. از تو تنظیمات خب خیلی خاصی نداره. من اگر اینو تمش رو لایت کنم که شاید بهتر بتونین ببینین، یه سری چیزای تنظیمات پیش‌فرض داره، مثلا اینکه خودش ویرچوال دامین خودکار براتون میسازه. ممپ هم براتون ویرچوال دامین میسازه. اینا هم یادم رفت بهتون بگم. فقط زمپه که این کارو نمیکنه، باقیشون این کارو براتون انجام میدن. ویرچوال دامین اینم خیلی خوبه، یعنی پیشوند لوکال داره، خیلی سرراست، خیلی شیک انجام میشه و اوکی هم هست. میتونین حالا اگه ویرچوال دامین هم نداشته باشین رو میتونین کاستوم ست بکنین، خودتون ست بکنین اینجا صحبت. ولی خب هر سایتی که میسازین دات لوکالش توی در واقع لوکالاستون در دسترسه. یه سری خب وصل میشه به اکانت های جانبیتون و یه سری در حقیقت فیچرهای دیگه هم داره که ما اصلا گفتم دیگه، من خیلی روی کرده بررسی فیچرها و قابلیت ها نیست. شما اگه با وی پی لوکال کار بکنید چند تا مزیت داره، اینا رو بهتون بگم. شما دسترسی داریم به میل پیت. میل پیت چیکار میکنه؟ یعنی اون ایمیل هایی که وردپرس میفرسته، حالا شما تو محیط توسعه هستی، این ممکنه که یک سرویسی توسعه بدین که این نیاز داره ایمیل بفرسته. حالا هر چیزی میتونه باشه، میتونه مثلا ایمیل ثبت نام باشه، ایمیل نمیدونم فروشگاهی باشه. میخوایم ببینین آقا ایمیل من ارسال شد یا نه، تمپلیتش درست هست یا نه، درست جایگذاری میشه متغیرها یا نه. اینو میتونید تو میل پیتش چک بکنید. چیزی که ممپ داره
و باقی ندارن و به صورت پیش‌فرض باید برین کلی زحمت اونیا بکشین روش اضافه بکنین. میل پیت داره که خیلی کار را میکنه، خودش هم خودکار شناسایی میکنه، یعنی وردپرس ایمیل فرستاد تو میل پیتتون اینجا راحت میتونین ببینین از چه آدرسی به چه آدرسی چه دیتایی چه صفحه‌ای چه تمپلیتی. خیلی اوکی هست. دیتابیس میتونین مدیریت بکنین و کلی قابلیت دیگه. خودکار میتونه برای دامنتون SSL بگیره، SSL لوکال. البته اگه نیازتون هست برین سراغش، چون یه مقدار خب خودش هم مثل کلا SSL روی لوکال یه مقدار دردسر داره. خودش لوکال براتون گفتم که ویچوال دامین ست میکنه. وب سرور میتونید سویش بکنین، بین اینجینیکس و آپاچی میتونید سویش کنین که بقیه‌شون این قابلیت رو بهتون نمیدن. میتونین پی اچ پی ورژن سویش بکنین، خیلی ایزی، خیلی ایزی میتونین پی اچ پی ورژن ساپورت بکنین، دانلود بکنین، ساپورت بکنین فقط. دیتابیس هم خودکار ست میشه. نمیدونم ایکس دیباگ داره، میتونید فعال کنین. اون سرویس هایی که با ایکس دیباگ در واقع هماهنگ شدن که میتونید دیباگ رو انجام بدین رو میتونید فعال بکنین. و خیلی هم روون هست محیطش، یعنی اگه من اینجا در واقع چیز رو بزنم، رانش رو بزنم، خیلی راحت میتونین کار رو شروع بکنین. یک پسورد از من خواست، من اینو وارد کنم. خب برای ویچوال دامینشه، خب ببینید میاد بالا و با اون یوزر پسی که شما موقع در حقیقت ساخت وبسایت بهش دادین میتونین وصلین و وردپرستون آماده است. آپدیتش همه چیزش هم خیلی سرراست و خیلی اوکی هست. خیلی راحت میگیرین. خودش هم آپدیت های خوبی داره، خود نرم افزارش هم آپدیت های خوبی داره. سویش کردن وب سرورش، پیش ورژنش خیلی خوب کار میکنه. البته این نکته رو باید بهتون بگم که همیشه میخواین دیتا سویش کنین آفش کنین، وبسایتتون رو داون کنین، دانلود کنین، بذارین کامل دانلود شه. تو یه مقدار رو پروسه دانلودش ممکنه مشکل داشته باشین که بذارین کامل دانلود شه، وسطش اینتراپتش نکنین. اگه اینتراپتش کردین در واقع ازش استفاده نکنین و اون موقع باید مجبور میشین مثلا برین اون مسیرش رو پاک کنید دوباره دانلود کنید. ولی خب یکی از بهترین هاست، کم دردسرترین ها و کم باگ ترین هایی که من این مدت استفاده کردم. یعنی خیلی به ندرت دیدم که آقا مثلا وی پی در واقع لوکال من بالا نیاد، خطا بخوره، ارور داشته باشه. چیزی که تو بقیه به جز ممپ خیلی زیاد وجود داره، هی خطا میخورن، هی بالا نمیان، هی ارور دارن این صحبت ها. ولی خب تو ممپ اینجوری نیست، خیلی هم اوکی. قابلیت سویچ وب سرور داره مخصوصا. پی ورژن خیلی راحت میتونید سویش بکنین. توی زمپ که اذیت باید پی اچ پی دانلود کنین، برین مسیراشو تغییر بدین. توی ومپ هم همین شکله و یه مقدار اذیت میکنه. ولی خب توی اکستنشن های پی اچ پی محدودیت داره. این چون محیطش در واقع ست شده برای خود وردپرس، اون اکستنشن هایی که از پی اچ پی که برای وردپرس هست بیلتین نصبه و شما خیلی کاستومایز نمیتونین بکنین این کارها رو، چیزی که مثلا تو ممپ میتونستین، تو زمپ میتونستین. ولی خب اینجا این کار نمیتونین. اگه محیطتون مثلا لاراولی هست، من روش لاراول آوردم بالا ها، ولی خب اگه محیطتون لاراولی احتمالاً نیاز داشته باشین که یک سری سرویس های جانبی فعال بکنین، بهتره که برین سراغ مثلا ممپ اگه مثلا میخواین پولشو بگیرین. اگه نه میتونین برین زمپ و ومپ و اینها رو تست بکنین. خب این هم از تجربه من خدمت شما. پیشنهاد دادم که از وی پی لوکال برای وردپرس استفاده کنید، از ممپ برای غیر وردپرسی و هر چیزی که میخواین استفاده کنید. حتی وردپرسی هم میتونید از ممپ استفاده کنید، فقط دست پولی باید پرداخت کنین. ومپ و زمپ و اینا هم که خب دیگه هستن فری، میتونید ازشون استفاده کنین. دردسرشون رو به جون بخرین. زنده باشین. همه اون چیزی که از تجربه من باید منتقل شد منتقل شد. خدا نگهدارت.